تصاویر تازه نغمه با نواسه‌هایش که اصلا باورتان نمی شود. نغمه در کدام کشور زندگی می کند؟ دختران نغمه با کی ازدواج کرده است؟ داماد نغمه شفیق مرید با نغمه چرا جنگ کرده است؟ نغمه چرا دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یا شاپیره یکی از هنرمندان خوش صدا، محبوب و مشهور افغانستان بوده است. نغمه کارهای هنری بیشماری برای دوستداران و طرفداران صدایش انجام میداد. بانو نغمه علاقه‌مندان و فراوانی در سرتاسر جهان، حتی در میان پشتو زبانان مردم پاکستان هم دارد. نغمه بیشتر از 50 سال می شود به طور مسلکی به سرودن آهنگهایش آغاز کرده است. اما ساله کنسرت‌های در سرتاسر جهان برگزار می کند. نغمه در کشور دبی و پاکستان خانه‌های بزرگ خریداری کرده است و اقامتگاه اصلی نغمه در کشور امریکا و پاکستان بوده است. بانو نغمه از همسر اولش دارای 5 فرزند می باشد. 2 دختر نغمه ازدواج کرده است. یک دختر نغمه همسر شفیق مرید هنرمند بی‌بدیل و حماسه سرای کشور بوده است، ولی رفتار خانوادگی نغمه با شفیق مرید از هم پاشیده است و این دو روابط خانوادگی ندارد. ولی رفتار و رابطه خوب شفیق مرید با منگل همیشه باعث سر صداهای در صفحات مجازی شده است. تا کنون شفیق مرید چندین آهنگ دوگانه با منگل سروده است. جدیداً تصاویر نغمه با نواسه‌هایش در صفحات مجازی نشر شده است. تصاویر تازه نغمه با دخترانش در سرک‌های امریکا مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.